درباره اجازه شوهر درباره قضا گرفتن یا اینکه درباره روزه شوال. مسئله قضا گرفتن میدونیم که قضا همچون فرض است و در مسئله های فرض احد الناس، یگان انسان، چه شوهرت باشد، چه پدر و مادرت باشد، چه رئیس کارت باشد، کی نباشد، هم حق ندارد بگوید که این فرض را نکن. و در مسئله قضا اگر شوهر راضی نباشد، هم من راضی نیستم گوید، هم حتی مجبور کند، هم زن در مسئله قضا گرفتن به اجازه شوهر یگان نیاز ندارد، چون که قضا از فرضهای الله است و حکم الله همیشه بالاتر از حکم بنده ها هست و اینجا اطاعت پروردگار بالا است. و در مسئله روزه قضا گرفتن اجازه شوهر در کدام روز باشد هم حتمی نیست و قضاها رو حتی روز جمعه هم گرفته می شود. اما در مسئله روزه شوال چه خیلی گفتم از روزه های نافله هست، روزه هایی هست که گیرید ثواب می گیرید، این روزه را نگیرید گناهکار نمی شوید. و حدیث در بخاری است و در تمام کتاب های سنن است که پیامبر حتی میگن لا يحل لامرأة ان تصوم و شعرها و بعلها حاضر الا باذنه. برای زن جایز نیست که او روزه بگیرد در حالی که شوهرش در نزدش هست مگر اینکه با اجازه شوهرش. یعنی وقتی همراه در همین خانه شوهرت هست، تو به اجازه او روزه نافله گرفتن حق روزه نافله گیری نداری مگر اینکه او اجازه دهد. اما در خانه نیست، او در مسافرت هست، از صبح تا شام عموما نمیبینی، در این وقت اجازه شرط نیست برای اینکه او در نزد تو نیست. اما در همانجا همراه باشند روزه های نافله، چه پنجشنبه دوشنبه باشد، چه شوال باشد، چه انشالله ذوالحجه باشد، دیگر روزه های نافله را حتما باید با اجازه شوهر زن بگیرد وگرنه گناهکار می شود. زنی که شوهرش اجازه نمیدهد و روزه های نافله میگیرد، قید میکنیم که نافله او گناهکار است. اما روزه های قضا، روزه های فرض، روزه که اون نظر کرده بود، وعده داده بود به الله که همون روز رو روزه میگیرم اگر یکون کارم برار گیره چیز دیگر، این روزه هایی که فرضی هست اجازه شوهر هم دیگر یگان کس هم شرط نیست.